بابا خودیه تو خودی هم نمیشنسی؟ بوقلمونا میدونی چی میگن؟ کی؟ بوقلمون قبول غیر قابل قبول غیر قابل قبول غیر قابل قبول
برم پای صندلمو در بیارم. مرسی. قربون دستت. کجا باید بریم؟ همینجا میریم پایین یه دره خب بار اندازیم دیگهش میمونیم. اینجا باید بریم؟ از همینجا هم میشه. اینجا میشه. فکر نکنم. نه نشد خوب نیست. بازه خب سر کفش تو فکر کنی چیکار کنی؟ همین شکلی ادامه میدم دیگه. پاد اذیت نشد نه خیلی؟ خدا رو شکر نه. اوکی. ببین ویبرام منم که گفتم اشکال نداره. حسین کفش کامل در اومده. مسیر فردامون خیلی سخته. نه سخت نیست. میتونه بیاد با همون بدون کفش. آره کفشم عرض الان. اگه نه الان اون چیزی یادم این چه بیام من وارگا خونی نه کفشاش. باش 45 لایه سفتیه که ته 40 من خیلی دقیقاً گنده اصلا است. تو گروه مگه یاد باشه گفتم لایه سفت به خاطر اینکه رو سنگ قرار بود راه بریم. مثلا به این دلیل بود من تو گروه گفتم آقا حتما لایه سفت ویبرام داشته باشه. آره بعد چون این خیلی خسته میکنه. این ویبرام میگیره اون فشار بالا پایینی های سنگ. یه لایه داره حالت اسفنجی داره که فشار رو میگیره، یه لایه کف داره که جلو استکاک رو میگیره، یعنی مقاوم نسبت به سایش. این لایه سایه مقاوم به سایشش سایدش از بین رفته دیگه. ویبرام رو سنگا بعد سنگا فکر کنم اون فاته یه خورده خسته میکنه. حالا میریم دیگه چاره نیست که بعد هر وقت میتونی میای. آره هر وقتم نشد که هلیکوپتر. آره بعد 60 میشه. داستان 60 رو میدونی تو که؟ تو میدونی؟ آره دیگه براش تعریف کن. نه دیگه نمیتونی دیگه خودت. ولی خوب تا صحبت کرد داستان گفت برام. حالا نوبت شما. جا 60 چیه؟ ببین مثلا تو با یه کسی که شراکت میکنی 50-50 میکنی. وقتی که میگن 60 حالا من اینجا نگه داری فلش بک در واقع میزنن. چی؟ انگلیسی نبود. یه لحظه اینو نگهش دار. این انگشته وقتی مثلا توی خارج از کشور لایکه اوکیه، توی ایران معنای خوبی نمیداد، مثلا تا 20 بی احترامی بود دیگه، بی احترامی بود مثل میدل فینگر بودش. خب و این انگشت 60 دیگه. وقتی که آدما با هم توافق میکنن مثلا 50-50 میشه. وقتی که با هم معاملهشون نمیشه میگن 60-60 شدن. این 60-60 هم به عدد 60 اشاره داره، هم کنایه از اینه که اینا به هم 60شون رو نشون دادن. الان مثلا یعنی هم عمل کرد نشد. آره دیگه. چون مسئله که نمیتونه 120% باشه دیگه. 120% مثلا بی معنیه دیگه. 50-50 یعنی خب 100% میشه، ولی 60-60 یعنی که مثلا کلا رفت هوا. آره یعنی به این شکلی که مثلا من میگم هلیکوپتر اون 60شو نشون بده، منم 60شو نشون بدم. واسه الان بری کی برمیگردی؟ بالا میاد 6 هفته. میخوایم امشب گاهی برامون بخونم. میخونم. دیگه الان با شروع کنیم تا ما هم بیایم. نه میخوام باشی. هممون باشه. 4 کلمه الان میتونیم بخونیم تا من بیام. گوسفند پوست تخم هم میخوره؟ گوسفند پوست تخم بله بله میخوره. نمیریخته گوسفند میخورن اونا رو. اشکال نداره. بذار آتیش بزن. از این به بعدی شد. بچه یه ذره تخم بخور. hani kendi tam diyor sen niye ki onun nasıl onun diğer mal در انگلیس بیشتر هندوستان ها سر پردش سکو منم چیز کنم. شما که پهلوان هستین اصلا خوشحالیم. زنده باشی. چون هم بزرگان میگن که سر پر دشمن بهتر است تا خالی از دوست. یعنی اگه تنهایی باشی دشمنت هم پهلوت باشه بهتره تا تنها باشی. تنها باشی. میخوری. فهمیدم تو رئیسی. رئیس که نشون داد کیه. آره این جمله گفتم. آره دیگه مجبور بودم میفهمی.
چیزی پیدا کردی به ما هم بگو دایی. دوست دارم که گوسفند پیدا کنم. دستمال عینکت هم بهم میدی؟ اگر دارم اشتباه میکنم بهم بگین یاد میگیرم. خوبه. قرار شد یه کلاس که نگه مثلا ورکشاپ توجیهی بذارن کجا رفتن چیکار کردن مثلا مسائل اینجوری برامون بذارن. بعد اومدن و شروع کرد مثلا توضیح دادن که مثلا ما از اینجا شروع کردیم رفتیم مثلا مرز ترکیه بعد نمیدونم از ترکیه رفتیم یونان فلان همه شروع کرد توضیح دادن. من گفتم من یه سوال دارم. گفت که صبر کن حالا بچهای مدرسه صحبت کنیم راجع به سفرمون و انگیزه سفرمون اینا. میگفت انقدر کم بود که ما پول نداشتیم که 2 نفرمون از مترو استفاده کنیم بریم تا اونجا برسیم. قرار شد 1 نفرمون بره. بعد بذار من اون برای جا بزنم. بذار من این برای جا بزنم اونو بزنیم بالا که تو اون بری. بعد میگفت خیلی دیپرس نشسته بودیم و حالمون بد بود و چیکار باید بکنیم چیکار نکنیم. بریم سفارت دیگه پول نداریم و سفارت کمک کنیم که برگردیم ایران. هم که بچه هست که شوهر بعد میگفت که اینم شوهر خوبه. مرد خوبی. داریم یه چیزی لبنی مثلا ما شیری زم دست داریم پنیر داریم پنیرشون زم دست داریم خودم میارم. نمیدونم کمک کنه بعضی وقتا کمک میکنه چی کمک میکنه معلوم نیست دارید ولی چوغا داری؟ چوغا خوش. آره چوغا پارسال این گرفت 4 میلیون به خودم. واقعا؟ الان چنده؟ چوغا 6 تومن شده. 6 تومن شده. هلیون است هم این از این تا هلیونی مانده 1000 تا دربی سوار چی دارم دو روز زردم خودم ما یه رو میگردم ام با که مراقبه خب دایی معلوم کجایی؟ اسم اینجا چیه؟ اینجا یه قسمتی از زردکوه بختیاریه. زردکوه بختیاری. اسم خاصی داره اینجا؟ اینجا بهش میگن تیز. تیز. فردا هم باید بریم شوردی. یه بار دیگه اسمشو بگو. فردا میریم مسیری که میریم بهش میگن شوردی. چند روز اونجا میمونیم بعد؟ یه 2 روز میمونیم. 2 روز اونجا میمونیم. آره یه خورده خستگی در کنیم و خیلی عالی. ما از کجا شروع کردیم؟ اول مسیرمون کجا بود؟ از کورنگ اومدیم روستای نیاکون. بله. از اونجا هم اومدیم یه روز بعدش سورنگا. درسته؟ از سورنگا هم اومدیم قاریخی. درسته؟ از قاریخی هم اومدیم تو مسیری که الان هستیم. بعد ایشالله مسیر بعدیمون کجاست؟ مسیر بعدیمون هم میریم فردا میریم شوردی. جایگاه هم بهش میگن جنت مکان. آره. یه 2 شب هم اونجاییم. بعد هم میریم بازفت. از بازفت هم میریم علوی چند تا دکون داره طرفا تاراز. از تاراز هم میریم شیرین بهار. خود تاراز رو میریم بالا دایی؟ بله. بعد از تاراز که اومدیم پایین میریم برای شیرین بهار. بله.
بعد شینبار کجاست ایشالله؟ شینبارم دو سه مسیر داره. یه مسیر میره برای منار. آها. از منار هم میرن چهار تنگان بهش میگن. منار خودتون میگید منار یا میگید رگ منار؟ رگ منار. نه لوریشو بگو. آره رگ منار. رگ منار. آره. بعدم میریم طرفا لالی و سمت لالی اون دستت هم درد نکنه. زحمتت هم دادی. عزیزی. دایی حالا اسم خودت هم بهمون میگی چیه؟ سهراب احمدی، احمد سومالی. سهراب احمدی. سلامت باشی. سلامت. طایفت و تیرت هم بگو دایی. بله احمد سومالی. احمد سومالی. کدوم طایفه بختیاری میشه؟ باباده. باغ بومون گل به پامون سوین، چرا بلبل به سیل گل نیومد. من هم دم تو گل نرگسی و شبنم تو برگشتن لاوار با امید خدای رم دیدن یار. دایی صدات خیلی خوبه که پیرای شدم پیرای نه دل دارم نه دل دار. ای جوونی رفت و گل شد در چمن خوابار. ای جانم آوای جوونانای بدون اینقدرای جوونی بی همه که پیری های دوی مرگ ناگهانی. ای جانم بابای به شب نالم شب و شبگیر نالم. ای از بخت بی تدبیر نالم. ای جانم آوای بنالم چون پلنگی تیر خورده. همگی چون شیر در زنجیر نالو. عزیزم ای دلی دارم پر از درد و پر از غم. ای پر از برف و پر از بارون و شونم. ای جانم آوای دل مکوری هون یارونه. از اینان که هر کس میرسه برمو زندم. ای جانم آوای مکین افسرده حالم که بینن نالم. ای مکین افسرده حالم که اینن نالم. ای که سوخته پر بالم که اینن نالم. ای جانم وای اون روزی بی که قبرم را و کنن تاین. ای به بالینم نهند خشت و گل و سنگ. ای جانم وای نپا دارم که از قبرم گروزم. های نه دست دارم که با مورون به جنگم. خیلی مرسی. با یه شکارچی رفته بودم توی جنگل‌های گلستان، تو سمت بین مازندران و استان گلستان. با یه شکارچی رفتم اونجا چوبا خیلی